بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الطلاب والطالبات، أرحبكم في درسنا الجديد، الدرس 19. سائلا مولانا جل وعلا أن يبارك فيه. خوش آمدید برادران و خواهرای عزیز به درس 19. باقی مونده مشقایی که اجرا نکرده موندن ای درس گذشته امروز میگیریم. مشق سوم ده میگه که اقرا المثال و کون جملا على غراره. مثال زیرین رو بخوان و با مانند او جمله بساز. كون جملا، جمله ساختن. على غراره، غرار گفته کلمه مرادف مثاله، یعنی على مثاله على غراره یک معنی داره. غرار مرادف کلمه مثاله. ای طرف راست روی خط مبتدا و خبر، یعنی جمله سازی ها ای مردانه های. مثال محمد طالب، محمد دانشجو است. آمینه طالبه، آمینه دانشجو دختر است. دانشجو یعنی طالبه. خب ما باید همی طرف راستش یعنی همش نوشتگی، طرف چپ خمون علاقه زنانش دریافته کامل باید بکنیم. یعنی خبرش می نویسیم، مبتداش هسته همه همی از مبتدا آن طرف چپ خبرش می نویسیم. یا خواه جای‌نشین باشه، اگر جای‌نشین شخصی مانند هی باشه هی میگذاریم در اینجا. خب و گفته بودیم که اگر هر یک اسم در لغت عربی اگر تای مربوطه خصوص کردیم زنانه میشه. مثلا جالسون مردی نشسته، جالستون زنی نشسته. مسلمون مردی مسلمان، مسلمتون زنی مسلمان. خب میگه که حامدون طبیبون، حامد طبیب است. زنی طبیب چخیل میشه؟ فاطمه طبیبتون. طبیب در حرفی بگیم تای مربوطه خوش میکنیم میشه طبیب زن. هو مسلمون، او یعنی او مرد مسلمان است. هی مسلمتون، او مسلمان زن هسته. هی یعنی جانشین شخصی زنانه. و مانند دارسی میگن هو را میشه پریود کن دارسی اون، هی با رسی میشه انا. در تاجیکی خمون او میگیم نداره، آن انا نداریم. چهارم الباب مغلق، در بسته است یا که در محکم است. النافذه، نافذه تریزه میشه زنانه هسته. برای اون چی میگیم مغلقه. مغلقه النافذه مغلقه، تریزه بسته است یا که محکم است. المندیل وسخ، خب روی ملچه چرکین است. الید، ید عضو بدنی جفته زنانه های. الید وسخه، دست چرکین است. دست چرکین است. الشای حار، چای جوشان است یا که گرم است. القهوه، قهوه هم قهوه کافه. قهوه زنانه که هسته میگیم حارتون، یعنی تای مربوطه خوش میکنیم. القهوه حارتون، قهوه گرم است. هفتم میگه المسجد بعید، مسجد دور است، یعنی جای مسجد دور است. المدرسه، مدرسه زنانه که هسته بعیدتون. میگم بعیدتون ما فقط با تاجیکی دوری ترجمهش میکنیم. در فقط میدونیم که همین تای مربوطه کشید و ای زنانه های، یعنی حتی کلمه دور در عربی مردانه و زنانه داره. دوری مردکی بعیدون، دوری زنکی یا که زنانه بعیدتون. المدرسه بعیدتون. هشتم الطالب مریض، دانشجو بیمار است. الطالبه مریضتون، دانشجو دختر بیمار است. مریضتون بیمار یعنی دختر. الحصان سریع، اسبی تیز دو. الحصان که اسبی تیز. السیاره سریعتون، ماشینی تیز رو. ماشینی تیز رو. سریعتون یعنی سریع تیزی مردانه، سریعتون تیزی زنانه. القمر جمیل، ماهتاب زیباست. الشمس جمیلتون، آفتاب زیباست. یعنی ما زیبا ترجمهش میکنیم، نک در عربی با زیبای مردانه است، زیبای زنانه. زیبای مردانه جمیلون، زیبای زنانه جمیلتون. با خاطری که شمس گفته بودیم از کلمه های است که معنای زنانه داره، برای اون وصفی زنانش میکنیم. جمیلتون میگیم الشمس جمیلتون. 11 الابو جالسون، پدر نشسته هست. الام جالستون، مادر نشسته هست. یعنی کلمه نشسته هم زنانه و مردانه داره. جالسون مردانه، جالستون زنانه. صحح الجمل الاتیه، چهارم مشق میگه صحیح کن جمله های زیرین رو. یعنی اینجا همش از جمله های خطا های، یعنی خطا نوشتگی ما باید اصلاحشون کنیم. میگه حقیبت من هذا، این چمدان کیست؟ کجا در خطا؟ احسن، در اسم اشاره هذا، و خاطری که حقیبه زنانه هسته تای مربوطه داره، این دار مربوطه اشاره میکنه به زنانه بدن. برای اون ما باید چه سوال تیم؟ حقیبت من هذه. حقیبت من هذه اسم اشاره زنانه باید اختیار کنیم. هذا اسم اشاره مردانه های. حقیبت من هذه صحیح. حقیبت من هذه. دوم الغرفه مفتوح، این هم خطا، غلطه. کجا غلطیش در کجا؟ خبرش چیه؟ خبرش مردانه های. مفتوحون یعنی وصف میکنیم که شده مردانه میشوه.
کشوده زنانه مفتوحتون صحیح میکنیم میگیم الغرفة مفتوحتون. الغرفة مفتوحتون اتاق کشوده هست. اتاق کشوده هست. هذا سیارة الطبیبی. هذا سیارة الطبیبی کجوده غلط بازم در اسم اشاره هذا مردانه های. برای اون ما باید چی کنیم زنانه اختیار کنیم برای که سیاره ماشین زنانه های. هذه سیارة الطبیبی صحیح هذه سیارة الطبیبی این ماشینی طبیب است. این ماشینی طبیب است. چهارم هذه مفتاح السیارة. هذه مفتاح السیارة بازم غلط در اسم اشاره هذه به خاطر که مفتاح کلید مردانه های. بنابر ما باید بگیم هذا مفتاح السیارة این کلید ماشین است. هذا مفتاح سیارة مفتاح مضاف السيارة مضاف إليه. در مثال الطبيبة ما میخواد سيارة مضاف الطبيبي مضاف إليه. پنجم أين السيارة هو في الشارع میگه ماشین کجاست. یه جمله بندی درسته یعنی جمله سوالیه درسته. أين السيارة ماشین کجاست در جواب غلط هسته. در کجا در یعنی جانشین شخصی هو میگه که أين السيارة هو في الشارع ماشین کجاست او در بیرون است یعنی جانشین شخصی مردانه اختیار کرده هو. در حالی که باید بگیم هي به خاطر که زنانه ماشین هي في الشارع. جواب هي في الشارع اصلاح میکنیم مینویسیم در اینجا. خب پنجم میگه اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. بخوان و بنویس با شکل گذاری درستی آخر هر یک کلمه. یکم هذا لمحمد و ذلك لحامد. گفته بودیم که حرف لام حرف جر است یعنی وظیفش کسره پیدا کردن آخر اسمه. برای اون لمحمد میخونیم لمحمد و ذلك لحامد. این از آن محمد است یعنی یک چیزی که اشاره کنیم که پردمتی که باشه قلم کتاب خانه های میگیم هذا لمحمد این از آن محمد است و ذلك لحامد وایش باشد یعنی چیزی که در دورتر ایستادگی اسم اشاره دوره ذلك وایش از آن حامد است. هذا لمحمد و ذلك لحامد. دیوم لمن هذه این از آن کیست یعنی اشاره کنیم به سوی یگان پردمتی زنانه. هذه لیاسرین این از آن یاسر است. مثلا دراجه گفته بودیم ولسپد زنانه های لمن هذه میگیم جواب هذه لیاسرین این از آن یاسر است. الحمد لله الحمد لله یعنی شاهد همین که جدا حرف لام جر در لفظ جلاله الله جای گرفتگی شدگی برای لله میگیم لله. خب جدا کسره میگیره لام حرف جر که است لفظ جلاله اسم مجروره جدا کسره میگیره. الحمد لله همه حمد از برای الله است. همه ستایش همه حمد از برای الله است. لله المشرق والمغرب از برای الله است هم مشرق و هم مغرب. مشرق و مغرب خب به تاجیکی مشرق و مغرب میشود. لله یعنی شاهد همین که در این مشق مؤلف اشاره کرده است که همین حرف لام کسره میتیه. حرف لامی که حرف جر است به مانند فی و علی و من کسره میتیه. الکلمات الجدیده کلمه های نو المکوات اوتو یا که اتوک الدراجه ولسپید الملعقه قرشق القدر دک کوزه کسترول همش هم قدر میشه. البقره گو الفلاح کشاورز دهقان الانف بینی الفم دهان الاذن گوش الید دست الرجل پا رجل مرد میشود الرجل پا میشود. الشای چای الام مادر الثلاجه یخماس القهوه قهوه کافه سریع تیز ماشین باشه اگر تیز رو میگیم ماشین تیز رو. اسب باشه میگیم الحصان سریع اسب تیز دو. السیاره سریعه ماشین تیز رو. النافذه خب تریزه جدا زیاد به نهایت. خب با همین قدر اکتفا میکنیم. الله شما موفق کنه و یک برای ما توفیق بده در طلب علم. و السلام علیکم.